کوبگر آره با تو هم داری آماده میشی نه؟ حسابی تمرین کردی تو این چند وقت درسته؟ به فرماندهتون ولدی چند نفر رو بکشی؟ چند تا چشم رو کور کنی؟ چند تا مادر رو بی فرزند کنی؟ چند تا فرزند رو بی مادر؟ معدب رفتی هیئت؟ سینه زدی؟ گریه کردی واسه مظلومیت حسین؟ حالا هم داری آماده میشی واسه کشتن مردمی که این همه ظلم بهشون شده آره؟ بسیجی سپاهی دیدیم چرا مردم ایران به شما میگن داعش ما شمایی؟ چون به اون داعشیه گفته بودن هر کسی مثل تو فکر نمیکنه رو باید سر ببری تا بری بهشت. به تو و امثال تو هم اسلحه دادن گفتن بکش تا بری بهشت. حالا واقعا با کشتن آدم میری بهشت؟ ببین یه وقت فکر نکنی قدرت داری را اون اسلحه‌ای که دستت گرفتی و دست یه بچه 10 ساله هم بدی بلدش شلیک کنه. سوار موتورت میشی اسلحه رو دستت میگیری تو خیابون به مردمی که با دست خالی اومدن از حقشون دفاع کنن تیر میزنی. شما خیلی ترسوتر از این حرفایی. اگه مردم مسلح بودن که شما وجود نداشتید بیاید تو خیابون. بعد یه سریاتونم خودتون رو گول میزنید بگید نه ما نمیزنیم کسی رو نمیدونم فقط واسه روح و وحشت اونجاییم. او فرماندهتون بگید بزن میزنی بگید بکش میکش دست تو نیست. بعد اومدم بگم خبر داری اسم تک تکتون هست کجا بودی چی کارا کردید تو کدوم عملیاتا. خودتونم خوب میدونید این نظام دیکتاتوری به زودی سقوط میکنن. اگه زیر دست و پای مردم زنده بیرون بیاد فردای آزادی همتون شناسایی میشید همتون قرار دادگاهی بشید. به این چیزاش فکر کردی؟ قرار جواب همه جنایتایی که کردید و بدید. کمتر از 1 ماه مونده به سالگرد مهسا تا دیر نشده از کمک کردن و خدمت کردن به این جنایتکارا دست بکشید. به حرفایی که زدم فکر کن.